زنمه، ناموسمه، مال منه. بهش شک دارم. خودم مشکلمو حل میکنم. شما از یه خانواده محترم زن گرفتی. محترم؟ چه محترمی؟ درست صحبت کن مرد. خانواده ما از این حرفا نبوده ها. رفیقت بهت گفته منو با مندی دیده تو رستوران؟ سیا خفه شو. تو خفه شو. گفته یا نگفته؟ نه نگفته. منو پیچوندی رفتی خیاطی؟ نبود از این چیزا تو خانواده‌تون که. رفته که رفته، خیاطی بود. مشکل چیه؟ اگه مشکلی نداره واسه چی رو گفته؟ جای بدی نرفتم که. وقتی راستشو میگم که نمیذاری. جای بدی نرفتی؟ تو همین محمودو نمیپیچوندی از در پشتی خیاطی میومدی با من بیرون؟ من کجا بدونم امروز کجا رفتی، با کی رفتی؟ آقا پسرا، دختر خانوما، به خدا قسم مجرد زندگی کردن با تمام سختیایی که فکر میکنی سختیه. تو خونه پدر 100 شرف داره آدم با دیو زندگی کنه. بعضی از مردا و زنا دیون، تو خونه معلوم میشه. دختر ما آقای عزیز شوهر باشه، میمون باشه، انتر باشه، شوهر باشه، فقط ما رو ببره. جان وارجان بیا، بابا لنگ دراز تو بیا. من کوزت این خانواده‌ام. به من میگن درس بخون، به من میگن ظرف بشور. پسره به من میگن نون بخور. مسخره کرده بابا. الله پر رو خودش نمیخوره. اوه پسر ماشاءالله، شب بود سیبیلاتو ندیدیم.